لیدی فقط 16 میلیون رنگ داره. من اعتراض دارم. به چی؟ آقا ما تتلو رو بی رنگ فرستادیم ترکیه، نامردا دو رنگ پسش دادن. الان کی پاسخگوه؟ چی میگی ویلی؟ ولی خب بیرو هم نمیگه. چرا اینقدر تتو زدی؟ آقا ما اولش از کاداوار زدیم، خوشمون اومد، تو چشمون یه تتو قرمز زدیم. بعد چی؟ بعد همراه اول بسته بی‌نهایت شبانه گذاشت، ما هی دانلود کردیم، هی تتو زدیم. یعنی دیگه هر چی دیدی و تتو کردی رو خودت؟ نه، یه سریاش رو من جا نشد، اونا رو زدیم تو سر. پروندهت نوشته یه سری آهنگم داری که از نظر بار معنایی جرم حساب میشه. خانم وزیری؟ نه. خارکسته؟ نه. مادر جنده؟ اسم آهنگن؟ آره، اواخر متای خوب نمیزدم، اسم کم آورده بودم. یه جا خوندی که خونه خوبه، خونه مامانم داره میده. لاشی اونجا میگه خونه خوبه، خونه بوی مامانمو میدی. چی میگی؟ این بود. خب از لحاظ روحی الان نیاز دارم یکی آهنگ تو پخش کنه بزنم تو دهنش. خیلی عجیب آهنگای منو دوست نداری. اینم عجیبه که از این دادگاه فیلم نمیگیری بذاری یوتیوب بگی تا وقت 100 کی نشیم اعتراف نمیکنم. الو سلام، نمیتونم از زندون درام. پلیسا وقتی گرفتن چی گفتن؟ گفتن سلامتی اشیکاگان. آقا حداقل الان که جنگ شده منو آزاد کنید، یه بلنگو هم بدید دستم برام لب مرز به اسرائیل فوش بدم. پرونده چندین فقره بچه بازیه. من نگران تتلو نیستم که میره زندان، نگران زندانیایی هم که تتلو میره پیششون. ان شاء الله قسمت خودت هم